سلام بچه ها، خوبین؟ حال شما؟ خیلی وقت من توی پیجم چیزی نذاشتم. البته این ویدیو رو دارم پر میکنم برای یوتیوب و اینکه تو پیجم فعلا چیزی نذاشتم. فکر میکنم نزدیک 4-5 ماهی هست و خب این اولین ویدیویی که بعد از این 4-5 ماه میخوام بذارم و همزمان دارم هم ویدیو یوتیوب پر میکنم هم ویدیو اینستاگرام و من کلا خیلی میگم و یه چی خب امروز آنباکسینگ داریم. آنباکسینگ داریم برای دیجیکالا. آنباکسینگ دیجیکالا دارم و اینکه وسایلیه که میخوام باشون کار کنم و یه سری وسایل ضروری. البته اینم باید بگم که همین میکروفونی که الان گذاشتم از دیجیکالا امروز گرفتم، یعنی امروز برای من آوردن و اینکه فوق العاده خوشحالم. خیلی 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 خب بریم سراغ اولین چیزی که برای من آوردن و میخوام نشونتون بدم. چیزی که من بازش کردم، حالا مشخصاتش هم میذارم. چیزی که من بازش کردم یه میکروفونه که هم جالبش اینجا بود برای من که هم تایپ سی داشت. اوه جا چه جالب، من اینو ندیدم، من این اصلا ندیده بودم. من اصلا رو شارژر گوشی خودم. چه جالب، شارژرم داره. آره شارژرم داره، شارژرش هم تایپ سیه و اینکه یه دانگل داره، یه مبدل داره که به خود همین میکروفون وصل میشه و میتونه که از تایپ سی تبدیلش کنی به آیفون که بتونه کارهای آیفونی هم انجام بده. خلاصه چیز جالبی بود و اینکه من 2 تا تست ازش گرفتم و دیدم که نه خیلی خوب داره کار میکنه. بعد نوشته for type C for iPhone for type C plus iPhone و همین دیگه، اینا رو تیک زده و اینکه نویز گیرم داره، مثل اینکه خیلی خوبه این و خلاصه خیلی خوب بود. من خیلی خوشم آمد از این و اینکه شارژرش هم من دیدم خیلی خوشحال شدم چون فکر نمی‌کردم شارژر داشته باشه، اونم شارژر تایپ سی و اینکه چیز خوبی بود دیگه، من خوشم اومد. خب پس این شد این شارژر، یعنی این میکروفون که من گرفتمش و خیلی هم خوشم اومد ازش. بذاریمش کنار. یه چیز جدید، یه چیزی یادم رفت بیارم. کاتر یادم رفت. بذارم میتونم این نخون گذاشت کنم. بچه این نظم دهنده هاست، من عاشق نظم دهندم، یعنی میمیرم برای نظم دهنده. حتی تو کابینت هم نظم دهنده رو استفاده کردم، فوق العاده زیاد دوستشون دارم. به نظر نظم دهنده کلا چیز جالبیه و از اونجایی که الان ناخونا فکر میکنم بتونه مثل کاتر عمل کنه که داره میکنه. بچه فکر کنم این مرجویه برای من فرستادن، مرجویه، چون اگر توی ویدیو معلوم باشه این قسمتش اصلا لوازم آرایشیه، احساس کنم مثلا روژ مالیده. ولی خب نمیدونم، شاید مرجویش کنم یا نگهش دارم بهش رو استفاده کنم، نمیدونم. یه پک 6 تاییه که قیمتش خیلی خوب بود. یه پک 6 تایی که من برای داخل کشو گرفتم و فوق العاده بود و من خیلی خوشم اومد چون قشنگ هم فضا داره، ریزه پیزه است دیگه، دیدین که فضاش خیلی خوبه برای داخل خود کشوهای من خیلی بی‌نظم شده بودن و اینکه مرجویه ولی یه سبزی میده. کار رو اندازه دیگه، چی بگم. یه کارتون بزرگم گرفتم و کوچیک سنگینه، نمیتونم تکونش بدم ولی کلی وسیله گرفتم بیشتر برای کارم، چیزایی که بهشون احتیاج داشتم و
این یه پالت رنگه. وای من عاشق این پالت رنگام، یعنی 10 تا ازش دارم ولی بازم دوست دارم داشته باشم. این فرقای قطع و بس میشه، یعنی شاید من صدا میده اگه توی ویدیو افتاد. وای من یعنی به تمام به تمام معنا میتونم بگم عاشق رنگ صورتی شدم جدیدن. خیلی تمیزه، واقعا شیکه، به نظر من خیلی جذابه و عاشق پالتای رنگ عاشقشونم، یعنی میمیرم براشون و اینکه این خیلی جذابه، این فوق العاده است، اینو دوستش دارم، از این خیلی راضیم و این چیز موبایلی که گرفتم اینه که ازش خیلی راضیم. امیدوارم یه گوشه جمعشو کنم. عشقم، یعنی میمیرم. این واقعا کاتر نیاز داره بچه ها. برم کاتر بیارم و اینکه کاترم آوردم و الان داشتم تو ویدیو خودم نگاه کردم چقدر پر شدم، یعنی صورتم خیلی پر شده با اینکه حالا رو رژیم هم هستم. من اصلا تاثیر ویتامینی که دارم میخورم. اکریلیک 21 میله و اینکه 12 تا رنگ داره. من خودم دل تو دلم نبود اینا رو وا کنم ولی گفتم نگه دارم تا با هم دیگه واش کنیم. و اینکه چرا احساس میکنم یه کوچولو خشکه، نمیدونم، ولی رنگ سفید داره، زرد داره، نارنجی، قهوه‌ای، خاکی طور، بعد اینکه آبی یعنی سرمه‌ای، سبز لجنی هم هست که حالا با سفید که قاطی بشه رنگای خوبی در میاد. آبی کم رنگ، سبز روشنه و اینکه ویولت بنفش، دیپ براون که قهوه‌ای تیره است و بلک سیاه. این رنگا رو داره و به نظرم جذابه، من دوستش داشتم. حالا تستش رو میگیرم چون میخوام نقاشی کنم و براتون ویدیو هم بگیرم، حتما تستش رو میگیرم نشون میدم. اینم چیزی بودش که دوستش داشتم پس میذاریمش اون و قیمتش هم قیمت خوبی بود، منصفانه بود. حالا بر اساس اینکه 21 میله میشه گفتش که یه کوچولو شاید قیمتش خوب بود به نظرم، چون الان من بیرون بزرگاشو پرسیدم و 60 میلشو پرسیدم فکر میکنم 370 تومن بود. 12 میله این 21 میله دیگه. حالا قیمتشو گذاشتم من یادم نمیاد دقیقا چقدر بود که بتونم حساب کنم بهتون بگم چقدر تمام شد. چیز دیگه که دارم و واقعا خیلی دنبال این طرح گشتم توی بیرون ولی پیداش نکردم، یعنی من خونم تم سبز داره، یعنی خونه اینه که میگم من محمد خیلی از این جمله بعدش میاد و اینکه خونه ما تم سبزه و اینکه من دنبال یه رنگ سبز بودم. این اول ویدیویی که من دارم میگیرم ولی اینکه چیزم هست دیگه، اولین بار میکروفون دارم میذارم، میکروفون خودم، قبلا تو شرکت گذاشته بودم اوکی بود. این چقدر خوشگله، وای چقدر خوشگله بچه ها، خیلی خوشگله، یه تم سبز خوشگل و یه باکس برای کنترل به نظر من فوق العاده است، خیلی خوشگله که البته من نمیذارم توی این کنترل محمد و روی این قرار شم و دکوری و اینا بیاد. من اینو خیلی دوستش دارم، من عاشق اینم واقعا، خیلی 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 خوشگله، خیلی نازه. اینم خیلی راضی بودم، قیمتش فوق العاده بود، قیمت این فوق العاده بود. اینا چیزای جذابه، امیدوارم هیچ کدومشون نشکسته باشن. این چیه؟ دیوار کوبای سفالی که من گرفتم. تو خدا تو رو ابوالفضل عباس نشکسته باشی. و اینا نشکسته.
نشکسته و تمیزم. حالا تمیز یکم خاکیه و این تمیز درش آورده. حالا من اولین بار اینو گرفتم چون ما می‌خوایم دیوار کوب بزنیم، گفتیم روی اینا چک کنیم ببینیم که دیوار کوب چه شکلیه و چه شکلی در میاد، چه جذابیتی داره. سایزهای مختلفش رو من گرفتم. از این 3 تا بسته گرفتم، 3 تا بسته ستایی. 3 تا بسته ستایی گرفتم که سایز بندی داره. می‌بینید دیگه که اینا رو دیوار میاد خیلی خوشگل میشه. من اینا رو می‌خوام احتمال خیلی زیاد برای تبلیغاتمون بدم تا اینکه طرحی رو بکشم روش که به عنوان تبلیغاتمون باشه و سایز بندیش فوق‌العاده است. من لب پری دارم شکسته که اینم خیلی خوب بود. حالا روی اینا قراره دیوار کوب کشیده بشه دیگه، نقاشی بکشیم برای دیوار کوب. بریم سراغ بعدی. اینم دوست داشتم. اینم دوست داشتم. یه دونه دیگه کوچیک‌تر هست، نمیدونم این چیه. کوچیکه، من انتظار داشتم بزرگتر باشه، یعنی سایز کوچیکه اونو به من دادن در واقع. و البته بر اساس قیمتش هم یکم شک میکردم به این قضیه. این خیلی کوچیکه ولی خب رنگ کمتری میگیره و خب این 5 تایی کوچیکن، خیلی کوچیکن. چرا کوچیکه؟ من فکرم سایز بزرگ این باشه، یعنی اینجوری بودم که سایز بزرگ این خب خیلی خوبه. نه خیلی سایزش رو نخوندم، نمیدونم چرا. و تو عکسایی که دیده بودم فکر کنم خیلی بزرگ باشه. اینم دوست دارم. این چیزای شیطن‌پسری رو من خیلی دوست دارم. اینو گرفتم بیشتر برای وقتایی که میخوام برم مسافرت و دوست دارم بزرگ استفاده کنم، یعنی براشای خودم رو ببرم و اونو تو خونه باید بمونه. اینو گرفتم برای مسافرت. برای مسافرتم خیلی به درد میخوره، برای عکاسی و فیلم برداری و فلان و اینا. و اینکه خوبه، کار رو اندازه. البته قیمتش هم خیلی مفت بود دیگه، نباید از اون قیمت من یه انتظار داشته باشم که خیلی خفن و بها باشه، ولی خب خوبه. واه، این هم که دوباره از همون 5 تایی هست. یه کوچولو ناراحتم واقعا سرشون. خوبی دارن. چرا؟ عزیزم من الان دارم ویدیو میگیرم. عزیزم عشقم دارم ویدیو میگیرم، بهت زنگ بزنم؟ خدافظ. خب دیگه اینم نه، سالمه. اینم سالمه. خب بذارید من اینا رو یکم مرتب کنم. یه دقیقه بایستی ببینم شوهرم چی میگه. دیگه هنوز معروف نشدی داری برای من قیافه میگیری؟ چه آدمی ها. و خب این براشا خیلی برام مهم بود که قلمشون چجوری باشه. قیمتشون خیلی مفت بود، خیلی. و منم دنبال براش دم دستی بودم برای نقاشی رو اینا، چون خودم یه عالم براش دارم. ولی ما نقاشا سیر نمیشیم بابا، از ما انتظار نداشته باشید ما سیر شیم. ما سیر نمیشیم از نقاشی و رنگ و فلان و نمیدونم خرید وسایلش، ما هیچ وقت سیر نمیشیم. اینم خیلی خوب بود، اینم راضی ام ازش. نه خوبه، کار را اندازه. منم دقیقا برای اینکه کارم را به اندازه گرفتم. این خوب بود. نمیذاریم پایین. بعد خیلی درست چیدنش، ولی یکیش فکر میکنم یا شکسته یا در اومده. اشکالی نداره. قیمتش خوب بود دیگه، فدای قیمتش خوب بود. با اینکه خب اصل نیستن، اونایی که اصلا معمولا
شاید موی سمور یعنی اصلا موی سموره چیزی که براشون استفاده میشه و موی سمور بالاشون فکر میکنم یا پایینشون بالاشون فکر کنم رنگش تیره تره، یادم نمیاد دقیقا، باید ببینم تا یادم بیاد. چند تا قلمو دارم که اونا اصلا اونا رو بهتون نشون میدم. اونا رو خیلی گرون خریدم، فکر میکنم 3-4 سال پیش خیلی من اینا رو گرون خریدم. و چیز دیگه که گرفتم وارنیش برای اینا که قابل شستشو بشن و اینکه خب دیگه وارنیش دیگه چیز خاصی نیست نشون بدم. بایستی خب وارنیشه نمیشه قبل مصرف خوب تکون بدید که من اینو با آب قاطی میکنم میذارم به اینا که قشنگ هم براق‌تر بشن هم از اون حالت خیلی خیلی سفتش در بیاد. خدایا تلفنم ولکن نیستن باید جواب بدم. بله نو ایراد نگیرین چون من بیرونم همین شکلی هم خب یعنی اینکه این گوجه میکنم و پایینش این کلیپسانه میزنم و کلیپسانه هم تازه باربیه خیلی خوشگله. چرا اصلا من ایراد بگیریم؟ ایراد نگیریم میگم تو خدا اول فضلی تو رو خدا. بچه امروز اینا رو گرفته بودم و تموم شد. میخوایم ویدیوهای دیوار کوب با هم دیگه بگیریم. امیدوارم نویز ننداخته باشم. میخوام ویدیوهای دیوار کوب بگیرم و اینکه میخوام چیدمان کلوزتم، چیدمان البته کشوی کلوزتم رو بگیرم براتون و اینکه نقاشی دیوار کوبا رو بگیریم، دکوراسیون بگیریم، خلاصه کارهای کلی جینگل بینگل خوشگل و دیگه این کارا رو انجام بدم. ولی خب تو پیج اینستاگرامم بیشتر دیوار کوبا که قرار باشه و خودنمایی بکنه و زندگی روزمره منم که همیشه بوده تو اون پیج دیگه. همین دیگه، ماش به کلتون. بچه من اولین ویدیویی که دارم میذارم چه یوتیوبرم و خیلی استرس دارم و واقعا نمیدونم اصلا چقدر میتونم موفق باشم تو این راسته، ولی خب امیدوارم حمایتم کنین دیگه. دوستتون دارم. صدا میدم دوستتون دارم خلاصه. و اینکه ماش به کلتون. من اینو بلد نیستم فعلا، هنوز یاد نگرفتم میگن سابسکرایب کنی، لایک کنی، کامنت بذارین و شیر کنی. هنوز نه، اونا رو بلد. من تو اینستاگرام حرفه‌ای ام ولی توی یوتیوب یکم هنوز دیلی دارم، هنوز چیزایی که باید انجام بدم و خیلی حرفه‌ای نیستم توش، فقط عشقیه، دلیه واقعا و اصلا دنبال نه درآمدشم نه چیزی. دوست دارم با هم دیگه باشیم، معاشرت کنیم، صحبت کنیم و خب همین دیگه، همین که با هم دیگه باشیم و من دوست دارم. واقعا دنبال درآمدش نیستم اصلا به هیچ عنوان و اینکه خیلی خوش بگذره امیدوارم، چون من دوست دارم کلا کاری تولید محتوا این چیزا رو دوست دارم و اینکه امیدوارم خیلی بهمون خوش بگذره. ماچ به کله هاتون. بوس 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 بوس. خداحافظ.